سلام خوبین؟ من محسن مهاجر هستم، مدرس و نوازنده ساززنی. امروز اینجا در خدمتتون هستیم با فصل دوم آموزش ساززنی کروماتیک. امروز می‌خوایم راجع به یه سری مقدمات نواختن با هم دیگه صحبت کنیم و یه قطعه خیلی کوتاه می‌خوایم با هم بزنیم. مرسی از پیامایی که دادین فصل اول و یه سری با من پیام دادن گفتن آقا موهاتو کوتاه کنه اینجوری داستان. من بهتون قول میدم توی فصل بعد حتما موهامو کوتاه کنم که شما هم دوست داشته باشید. یه نکته‌ای که هستش اینه که همونطوری که ما تو فصل پیش توضیح دادیم جایگاه نوت‌ها روی خط حامل و ارتباطشون با سوراخ‌های ساززنی روی ساز 12, 14 و 16 سوراخ توضیح دادیم و ارتباط نوت‌ها با ارزش‌های زمانی. امروز می‌خوایم به صورت کاملا عملی راجع به این موضوع صحبت کنیم. نکته‌ای که هست ما برای اجرای یه موزیک استاندارد یا اجرای استاندارد یک موزیک ما باید 3 تا نکته رو حتما در نظر بگیریم. 1. اجرای صحیح نوت. 2. اجرای صحیح ریتم و 3. پیوستگی. حالا اینا به چه شکلی است؟ توی اجرای صحیح نوت ما باید بتونیم که نوت‌ها رو درست سر جای خودش اجرا بکنیم. یعنی مثلا دو رو می نزنیم، می رو سل نزنیم، یا اینکه سوراخ‌ها دو صدایی نشه، تداخل نداشته باشیم. اینو بهش میگن اجرای صحیح نوت. اجرای صحیح ریتم به چه شکلی هستش؟ اینکه شما بتونید ارزش‌های زمانی رو دقیقاً سر جای خودش اجرا بکنید. یعنی اگر نوت سفید باشه، گرد باشه و سیاه هم سیاه. و پیوستگی به این معنی هستش که شما وقتی یه قطعه از ابتدا دارید شروع می‌کنید بدون وقفه و توقف ما بتونیم این رو اجرا بکنیم. حالا ما برای اینکه بتونیم در واقع ریتم و پیوستگی رو داشته باشیم نیاز هستش که از مترونوم استفاده بکنیم. مترونوم همونطور که توی فصل پیش توضیح دادم مدل‌های مختلفی داره. ما هم میتونیم از مترونوم مکانیکی استفاده کنیم، هم دیجیتالی، هم به شکل اپلیکیشن روی گوشی موبایل. من امروز میخوام راجع به مترونوم روی اپلیکیشن گوشی موبایل صحبت بکنم و اینکه ما چطور بتونیم از مترونوم توی قطعاتمون استفاده بکنیم. خب همونطور که میدونین من از مترونوم گیتار تیونا دارم استفاده میکنم که لینکش رو ما پایین قرار میدیم که بتونید استفاده بکنید. هم توی اندروید میشه ازش استفاده کرد، هم iOS یا دیوایس های دیگه. ما توی در واقع مترونوم وقتی داریم استفاده میکنیم مهمترین چیزی که توی مترونوم استفاده میشه سرعت و اون عددی هستش که ما توی مترونوم استفاده میکنیم. باقی چیزا خیلی مهم نیست. مثلا خیلی با من میگن که معنی 3/4 یعنی چی، معنی 4/4 یعنی چی، ولی ما برای اینکه بخوایم خیلی راحت تر از اپلیکیشنمون استفاده بکنیم همینطور که شما میدونید ما این پایین یه عددی داریم 1/4. ما اگر روی این عدد کلیک بکنیم ببینیم که کسر میزانهای خیلی زیادی اینجا هست. 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 7/4 و همینطور میاد پایین. ما برای اینکه بتونیم در واقع راحت تر استفاده بکنیم از مترونوممون اینو روی حالت 1/4 قرار میدیم. دلیلش چیه؟ چون من اگر اینو روی حالت مثلا 3/4 بذارم این میخواد به این شکل سرضرب اول رو مشخص بکنه و توی تمرین ممکنه ما اگر یک ضرب جا بیفتیم باید وایستیم تا دوباره به سرضرب برسه. ما برای اینکه این مشکل رو نداشته باشیم من خودم همیشه این رو حالت دیفالت 1/4 قرار میدم. ما در واقع سرعت مترونوم رو به این شکل داریم که هم میتونیم به شکل با سرعت بالا روی این تاچ بار سرعت مترونوم رو بالا و پایین بکنیم، هم به شکل در واقع دونه‌ای با این مثبت و منفی انجام بدیم. ما وقتی که مترونوم رو حالت 60 قرار میدیم، یعنی روی عدد 60 قرار میدیم، این به این شکل هستش. حالا همونطور که من تو فصل پیش توضیح دادم اعداد به این شکله که ما گفتیم که اگر مترونوم رو عدد 60 قرار بدیم یعنی 60 بیت پر مینت BPM، یعنی ما هر ثانیه یک ضرب داریم. معنی BPM هم همونطور که توضیح دادم گفتیم که شما عدد رو هر مترونوم رو هر عددی بذارین در واقع اون مقدار عدد در دقیقه اجرا میشه. یعنی اگه 80 باشه میشه 80 ضرب در دقیقه، اگه 90 باشه میشه 90 ضرب در دقیقه و هر چقدر که ما
سرعت مترونوممون بالاتر باشه در واقع ارزش‌های زمانیمون تندتر اجرا میشن و هر چقدر که در واقع سرعت پایین‌تر باشه ارزش‌های زمانی کندتر. یه نکته رو بگم، ببینید خیلی وقتی که از مترونوم استفاده میکنن و عدد مترونوم بالا میره میان ارزش‌های زمانی رو مقداری که هست رو کم و زیاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه گرد قراره گرد اجرا بشه میان کمتر از گرد اجرا میکنن. قرار نیست که وقتی سرعت مترونوم تغییر میکنه ما بخوایم ارزش‌های زمانی رو تغییر بدیم. سرعت اجرای ارزش‌های زمانی تغییر میکنه. پس ما میخوایم با استفاده از مترونوم و مباحثی که توی فصل پیش با هم مرور کردیم بخوایم بریم سراغ در واقع اجرای عملیه. یه قطعه خیلی کوتاه و بعد من توضیحاتش رو بهتون ارائه میدم. همراه ما باشید. همینطوری که توضیح دادیم و توی نوت‌خوانی قسمت فصل اول هم توضیح دادیم بهتون، میخوایم از یه نوت خیلی ساده شروع بکنیم. اولین نوتی که لینکش رو هم در واقع پایین این ویدیو قرار میدم جینگل بلز هست. شما میتونید در واقع خود نوت رو توی لینک پایین دانلود بکنید و طبق این چیزی که من توی این ویدیو توضیح میدم میتونید اجراش کنید. ببینید همینطوری که توضیح دادیم گفتیم در ابتدا ما وقتی میخوایم یه نوتی رو اجرا بکنیم باید آنالیز بکنیم. آنالیز یعنی چی؟ یعنی وسعت صدایی قطعه رو، بمترین و زیرترین نوت رو مشخص بکنیم، بعد مشخص کنیم که چه ارزش‌های زمانی داره و بعد اون نوت رو بتونیم در واقع تطبیق بدیم روی سوراخ‌های ساز، یعنی بتونیم ببینیم که چه نوتی رو چه سوراخی قرار داده و بعد بتونیم اون رو با ارزش‌های زمانی درست اجرا بکنیم. همینطوری که می‌بینید کسر میزانی که ما داریم توی درس جینگل بلز 4 هست. یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان 4 ضرب داریم. ما اگر بخوایم یه توضیح خیلی اجمالی بدیم، عدد بالا تعداد ضرب‌هاییه که در واقع در هر میزان وجود داره، عدد پایین میشه کسر میزان. یعنی چی؟ ما همینطوری که توی فصل 1 توضیح دادیم و من یه فصل دیگه کاملا راجع به این موضوع صحبت میکنم، ما اومدیم گفتیم که نوت گرد 4 ضربه یعنی 1 واحد موسیقی، نوت سفید 2 ضرب یعنی 1/2 واحد موسیقی و نوت سیاه 4 یعنی 1 ضرب در 4 واحد موسیقی میشه 1/4 واحد موسیقی. اگر ما عدد بالا رو ضریب در نظر بگیریم یعنی در هر میزان 4 ضرب 1/4 موسیقی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان به اندازه 4 نوت سیاه داریم. حالا این میتونه به شکل 4 ضرب یه نوت گرد باشه، میتونه یه سفید 2 تا سیاه باشه، میتونه 4 تا سیاه باشه یا در واقع ریتم و الگوها و شکل‌های مختلف. توی جینگل بلز اگر دقت داشته باشید ما بمترین نوتمون نوت 2 هست که روی سوراخ شماره 5 اجرا میشه، زیرترین نوتمون نوت سل هست که روی سوراخ شماره 7 اجرا میشه. ارزش‌های زمانی که داریم استفاده می‌کنیم نوت سفید، سیاه و گرد، یا بخوایم بگیم سیاه، سفید و گرد، یعنی 1 ضرب، 2 ضرب و 4 ضرب. ما در ابتدا میایم نوت‌ها رو روی سوراخ ساز مشخص می‌کنیم به این شکل. نوت می هستش به این شکل. بعد میشه می، سل، دو، ره، می. همینطور که دارید میبینید ما در ابتدا 6 تا می داریم، یعنی میشه می 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 سل. نوت می رو که مشخص کردیم. بعد نوت سل دقیقاً سوراخ بغل هست. یادتون باشه ما لب رو به هیچ وجه نباید برداریم. برای اینکه پیوسته صدا بده میتونیم بدون اینکه نفس رو قطع کنیم ساز رو حرکت بدیم و نوت سل رو اجرا کنیم به این شکل. نوت بعد نوت دو هستش. ما یه جامپ از نوت سل به نوت دو داریم به این شکل. پس شد می، سل، دو. پس تا الان ما آنالیز اگه بخوایم بکنیم نوت‌های می، سل و دو رو روی سوراخ‌های 6، 7 و 5
اجرا میکنیم که همشون هم در واقع دمشی هست. نوت بعدی ما نوت ر هستش که میشه 5 مکش. نوت بعدی دوباره میه که میدونیم 6 دمشه. نوت بعدی که داریم نوت فاه که شما دارین 6 تا فا هستش، میشه فا 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 می می، پس میشه نوت فا 6 مکش به این شکل. حالا وقتی ما بخوایم اینو اجراش بکنیم، در ابتدا ما بدون مترونوم و خیلی آروم اجرا میکنیم تا بتونیم جایگاه نوت ها و در واقع الگوهای ارزش‌های زمانی رو بتونیم اجراش بکنیم به این شکل. حالا من میخوام اینو با مترونوم اجراش کنم. همونطور که توضیح دادیم عدد مترونوم رو میذاریم رو حالت 60، یعنی هر ضرب 1 ثانیه، و عدد پایینی رو میذاریم دیفالت روی 1/4 بمونه به این شکل. 1 2 3 4. خیلی خوب، به پایان این بخش از این فصلمون رسیدیم. من چند تا نکته رو یادآوری کنم. یادتون باشه که به هیچ عنوان وقتی دارید در واقع اجرا میکنید فشار روی دست، فک و دور لبتون به هیچ وجه نباشه و هر وقت احساس درد توی این ناحیه‌ها کردید بدونید که دارید با فشار اجرا میکنید. همینطوری که توی بخش قبل دیدید ما در واقع نوت جینگل بلز رو با هم زدیم که یکی از ساده ترین نوت‌هایی هستش که شما میتونید روی هر سازی به خصوص روی ساززنی اجرا بکنید. من چند تا نکته رو بگم. پیام‌هایی اومده بود برای من که خیلی به من میگفتن ما نفسمون میگیره، باید ساز رو تکون بدیم یا سر رو تکون بدیم، دستمون درد میگیره، کتفمون درد میگیره. ببینید من همونطوری که توی فصل اول توضیح دادم، ما وقتی اکول درست یعنی شکل نگهداری درست رو در واقع روی ساز داریم، شما در واقع اینو باید به این شکل اجرا بکنید که به هیچ وجه فشار روی دست، لب
و فک نباشه. شما هر وقت که احساس درد توی این ناحیه‌ها کردین بدونید که دارید با فشار اجرا میکنید و یه مقداری باید این فشار رو تعدیلش بکنید. نکته بعدی که الان وجود داره نفسگیری هست. ببینید نفس معمولا مقوله‌ای هستش که خیلی دیر جا میفته. یعنی شما اگر هر روز 1 ساعت تمرین داشته باشید حداقل 3 ماه زمان میبره تا این نفس شما بخواد کامل جا بیفته. تمرین مستمر و استمرار تمرین یکی از مهمترین مباحثی هستش که توی یادگیری میتونه نقش مهمی داشته باشه. تمرین مستمر یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی 1 ساعت دارید تمرین میکنید اون 1 ساعت تو 1 جلسه باشه. یعنی اینجوری نباشه که 1 ربع تمرین کنید برید دوباره بیاید 1 ربع تمرین کنید. این میشه تمرین مستمر. و استمرار تمرین یعنی چی؟ یعنی شما اگر روزی 1 ساعت تمرین میکنید این 1 ساعت ها هر روز باشه. اینجوری نباشه که شما یه روز 4 ساعت تمرین کنید، یه روز تمرین نکنید، یه روز 2 ساعت تمرین کنید، 3 روز تمرین نکنید. این در واقع از نظر من شکل استانداردی از تمرین نیست. و اینکه اگر شما میخواهید نفستون جا بیفته سعی کنید توی این ماه‌های اول تمرینتون رو مستمر انجام بدید. و یه نکته‌ای که هستش اینه که طبق همون چیزی که قبلا توضیح دادم شما باید بتونید از بینیتون برای نفسگیری استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی دهان در واقع وظیفه اجرای نطق رو به عهده داره و بینی وظیفه نفسگیری. قطعی که میخوایم با هم امروز کار بکنیم دومین درس از اون فایلی هستش که من قرار دادم به اسم آلفابت سانگ. ما هدفی که میخوایم امروز دنبال بکنیم این هستش که درس قبل رو با امروز پشت سر هم اجرا بکنیم. یکی از راه‌های خوب تمرین کردن و روش‌هایی که خیلی خوب برای تمرین کردن این هستش که شما بتونید از درس‌های قبلی در واقع استفاده بکنید و اونها رو وصل کنید به درس‌های جدیدتون. یعنی چطور؟ یعنی شما اگر یک درس جدید دارید سعی کنید که درس‌های قبل رو هم مرور بکنید و پشت سر هم اجرا بکنید و همینطور درس‌های جدید رو بتونید پشت سر هم اجرا بکنید تا هم مرور درس‌های قبلی بشه و هم بتونید در واقع توی استمرار تمرینتون به یک فرم استانداردی از اجرا و نفسگیری برسید. ما هدفی که داریم امروز دنبال میکنیم در واقع همین هست. یعنی درس آلفابت سانگ رو با هم مرور میکنیم و کار میکنیم و میخوایم در واقع جینگل بلز و آلفابت سانگ رو به شکل پشت سر هم اجرا بکنیم. ما آنالیز درس آلفابت سانگ رو همینطوری که دارید میبینید میخوایم به این شکل داشته باشیم که بمترین نوتمون نوت 2 هست که روی سوراخ شماره 5 دمشه و زیرترین نوتمون نوت لا هست. همطور که مشاهده میکنید نوت لا روی خط اضافه اول بالا قرار گرفته. در واقع کسر میزانی که داریم استفاده میکنیم همون 4-4 هستش که مثل جینگل بلزه و ارزش‌های زمانی نوت‌های سفید و سیاه. همونطور که توی قسمت قبل توضیح دادیم مترونوم رو روی عدد 60 قرار میدیم به این شکل. حالا میخوایم این رو در واقع آنالیزش بکنیم که به چه شکلی هستش. میشه دو دو سل سل. ما توی جینگل بلز پرش از نوت سل به نوت دو رو داشتیم ولی توی این درس ما پرش از نوت دو به سل رو داریم، یعنی برعکسه. ما حالا اینو به این شکل اجرا میکنیم. حالا میخوایم این رو با مترونوم اجراش کنیم. 1
2 3 4. حالا همونطور که گفتم میخوایم درس جینگل بلز و آلفابت ساین رو به شکل پیوسته با هم اجرا بکنیم. توی این درس یادتون باشه که علاوه بر اینکه گفتم فشار نباید بیاریم روی در واقع دست، فک و لبمون، باید بتونیم به شکل پیوسته اجرا بکنیم و نفسمون رو کنترل بکنیم. یادتون باشه من هر وقتی که نیاز دارم در واقع نفسی که حبس هست رو بدم بیرون، توی یک نوت دمشی به همراه یک نوت دمشی نفس رو بیرون میدم و وقتی که نیاز هستش که یک نفسی رو داخل بکشم با یک نوت مکشی این نفس رو اجرا میکنم. این به این شکل نیستش که توی همه نوت‌ها میخواد اجرا بشه. زمانی که نیاز هست این موضوع اجرا میشه. 1 2 3 4. مهمترین مشکلی که خیلی از هنرجوها در ابتدا دارن این هستش که خیلی سخت مچ یا سینک میشن با مترونوم. ببینید مترونوم در واقع ارتباط مستقیمی با شکل تمرین کردن و تکرار شما داره. ببین یادگیری همیشه یک فرایندیه که به واسطه تمرین و تکرار به وجود میاد. یادتون باشه اگر که قرار هستش که با مترونوم سینک بشید، اول سعی کنید با فایل های صوتی که در واقع ما قرار میدیم با اونها تمرین بکنید، بعد به شکل سولو یا تنها به شکل تکنوازی. یادتون باشه که در واقع مباحث و مطالب به شکل صفر و صدی براتون جا نمیافتن. اینها به مرور زمان هستش که برای شما جا میفته. پس اگر چند روز تمرین کردید دیدید که به اون شکلی که باید به وجود بیاد و اجرا بشه نیست، هیچ وقت نگران نباشید، چون با تمرین مستمر و استمرار تمرین قطعاً ما به اون نتیجه دلخواهی که داریم حتما میرسیم. مبحث بعدی که من میخوام در واقع امروز راجع بهش صحبت بکنم، یک درسی رو میخوایم کار بکنیم که ارزش‌های زمانی
در واقع کوتاه‌تری داره. ارزش زمانی کوتاه‌تر یعنی چی؟ چنگ. همینطوری که می‌بینید این درسی که داریم با هم مرور می‌کنیم اسمش سمفونی شماره 9 هستش. توی سمفونی شماره 9 ما مثل 2 تا درس قبلی که جینگل بلز و آلفابت سانگ بود، ما در واقع نوت‌های دو، ر، می، فا و سل رو در اکتاو دوم داریم. یعنی چی؟ یعنی نوت‌های سوراخ‌های شماره 5 دم شمکش، 6 دم شمکش و 7 دمش. تفاوتی که این درس جدید با درس قبل داره این هستش که ما از نوت‌های چنگ در انتهای خط دوم و ابتدای خط سوم داریم استفاده می‌کنیم. حالا نوت‌های چنگ رو ما داریم به این شکل که شما تو تصویر می‌بینید. نوت‌های چنگ به چه شکل اجرا میشه؟ ما همینطوری که در واقع توضیح دادیم گفتیم اگر ما هر ضرب رو 1 ثانیه در نظر بگیریم، نوت چنگ نصف ضرب اجرا میشه. حالا اگر خاطرتون باشه ما قبلا راجع به ضرب پا توضیح دادیم. ضرب پا وقتی داره اجرا میشه، وقتی پا پایین میاد یا زمین میخوره، ما یک ضرب داریم و وقتی بالا میاد یک خیز. نوت‌های چنگ در واقع در ضرب و خیز اجرا میشن. یعنی ما وقتی داریم پا رو میاریم پایین که میشه ضرب، یک نوت چنگ، خیز یک نوت چنگ. یعنی ما اگر بخوایم ضرب پا رو اینجا شبیه سازی کنیم به این شکل میشه 1 و 2 و 3 و 4 و ضرب خیز ضرب خیز ضرب خیز ضرب خیز. پس ما هر نوت چنگ رو در یک ضرب و یک خیز از ضرب پا اجرا میکنیم. الگوهای مختلفی از اجرای نوت چنگ هستش که حتما توی قسمت‌های آینده بهش اشاره میکنیم، ولی انحصاری توی این درس ما فقط 2 تا نوت چنگ رو در واقع توی یک جمله و 2 تا نوت چنگ رو توی جمله بعدی داریم که ما اینو به شکل ضرب و خیز با ضرب پا اجرا میکنیم. ولی اگر بخوایم که گوشمون رو عادت بدیم به مترونوم، در هر ضرب مترونوم 2 تا چنگ مساوی یعنی 2 تا ضرب مساوی با هم اجرا میشه. حالا میخوایم آنالیز بکنیم این نوع. سمفونی 9 مثل 2 تا درس قبل کسر میزانش 4 هست. یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان 4 ضرب 1/4 واحد موسیقی یعنی 4 ضرب سیاه داریم. حالا این ضرب ها میتونه به شکل 4 تا سیاه باشه یا 1 گرد باشه یا 2 تا سفید یا الگوهای مختلف. و همونطوری که گفتم وسعت صدایی این قطعه نوت 2 و نوت سل هست، یعنی سوراخ شماره 5 و سوراخ شماره 7. ارزش‌های زمانی هم که داریم نوت‌های سفید، سیاه و چنگ هستش. حالا اگر ما بخوایم این رو روی ساز جاش رو پیدا بکنیم یا بخوایم بدون مترونوم اجراش بکنیم به این شکل هستش. حالا با مترونوم 1 2 3 4.
توی این بخش ما می‌خوایم راجع به نوت‌های اکتاو اول یا نوت‌های بم با هم صحبت بکنیم. همونطور که تو فصل اول من توضیح دادم خدمتتون، اکتاو اول نواختنش یه مقداری متفاوته به نسبت اکتاو دوم. یعنی چی؟ شما اگه دقت بکنید وقتی یک ساز کرماتیک استاندارد رو تهیه می‌کنید، وقتی می‌خواید سوراخ‌های 1 و 2 و 3 مکشش رو اجرا بکنید با یک گرفتگی مواجه هستید. این گرفتگی به چه شکله؟ اینکه شما وقتی که دارید مکش یا دمش انجام میدید حس می‌کنید که سوراخ سازتون دچار گرفتگی شده یا حس می‌کنید که مسدود شده. در واقع به این شکل نیست. این به خاطر اینه که شما با یک فشار خیلی زیادی دارید این رو اجرا می‌کنید. همونطور که قبلا توضیح دادم، هر وقت شما حس کنید که توی فکتون، دور لب و دستتون، سرشونه‌ها حس درد دارین، بدونید که دارین با فشار اجرا می‌کنید و انقباض کامل رو شما توی بدنتون دارین حس می‌کنید. نکته‌ای که هست، شما نباید در واقع زبونتون داخل دهانتون دچار انقباض بشه یا به کام بچسبه. این وقتی این اتفاق میفته، هوا با فشار بیشتری در واقع وارد ساز میشه یا موقعی که مکش می‌خوایم بکنیم و اون رید یا اون تیغه در واقع به ارتعاش در نمیاد و اون صدا اجرا نمیشه. پس وقتی که می‌خوایم نوت‌های بم‌تر رو اجرا بکنیم، حتما نیاز هستش که از حجم هوا استفاده بکنیم. حجم هوا به چه شکلیه؟ ببینید همونطوری که توضیح دادم، ما وقتی لب رو روی ساز قرار میدیم، فک رو باز میکنیم به شکلی که لب رو ساز برداشته نشه. حالا اینو من میخوام به این شکل توضیح بدم. شما فکر کنید وقتی لباتون بسته است، داخل دهانتون رو پر آب میکنید، ولی به شکلی که آب نه بیرون بریزه نه قورتش بدین. ببین به چه شکلی میشه؟ به این شکل. ببینید توی این حالت زبون باید روی فک پایین باشه. به خاطر چی؟ یک فضای خالی ایجاد میشه داخل دهان و اون فضای خالی باعث میشه که شما بتونید هوا رو با حجم دمش یا مکش کنید. برای این کار شما نیاز هستش که تمرین داشته باشید، چون این در ابتدا ممکنه که براتون میسر نشه، ولی به مرور زمان وقتی که این کار تمرین میشه تبدیل به یک حافظه عضلانی میشه. یعنی دیگه کاملا این قضیه براتون جا میفته که حالت فک، زبون و لب به چه شکلی باشه و به شکل کاملا عادی و نرمال میتونید این رو اجرا کنید. ببینید ممکنه شما وقتی فشار میارین یه همچین صدایی بده. این یک صداییه که در واقع صدای گرفتگی یا سوت هستش. اگر ما بخوایم این رو به همین شکل ادامه بدیم ممکنه سازمون آسیب ببینه. برای همین ما در ابتدا به جایی که فشار بیاریم، این رو بدون فشار با حجم هوا به همون شکلی که توضیح دادم انجام میدیم. یادتون باشه این تمرین رو باید به شکل ممتد انجام بدین. یعنی من خیلی‌ها رو میبینم این کارو میکنن. این کار در واقع باعث میشه شما اون روال و روند رو نتونید خوب طی بکنید. بنابراین باید به شکل پیوسته این موضوع اجرا بشه به این شکل. فکر کنید دارید یک خط صاف میکشید. در ابتدا وقتی که این رو دارین انجام میدین ممکنه اون گرفتگیه باشه و وقتی خط ممتد باشه اون گرفتگی کم کم باز میشه و خودتون متوجهش میشید که چطور بتونید اون پوزیسیون رو اجرا بکنید بدون اینکه در واقع این نوت ها صدای خفگی بده و اون پوزیسیون درست اجرا بشه. توی این ساز چون 16 سوراخ هستش، اکتاو اول من میفته وسط در واقع ساز و اگه من اجرا میکنم و به این شکل میبینید به خاطر اینکه ساز من 4 تا سوراخ اضافه تر داره و شمایی که دارید از سازهای 12 استفاده میکنید یه موقع ممکنه دچار اشتباه بشی که خب چرا من لبم اینجاست و شما باید اینجا صدا رو اجرا بکنید. پس خاطرتون باشه توی سازهای 16 سوراخ شماره 1 به شکل استاندارد از این قسمت شروع میشه، یعنی در واقع از سوراخ 5 شروع میشه. توی یک سری سازایی که حالا عدد نداره یا عددش از 1 تا 16 هستش ممکنه این اشتباه به وجود بیاد. پس سعی کنید اگر دارید از این از سازهای 16 یا 14 دارید استفاده میکنید حتما به اعدادی که روی ساز حک شده دقت کنید.
خب برای اینکه بتونیم در واقع اکتاو اول یا نوت‌های بم رو بتونیم کامل روی سازمون درک بکنیم، این درسی رو که من باهاتون کار میکنم اسمش بتل هست و ما می‌خوایم در واقع این درس رو با هم اجرا بکنیم. چند تا نکته توی این درس وجود داره که من باید بهتون توضیح بدم. اول اینکه ما توی این درس از نوت‌های نقطه‌دار استفاده می‌کنیم و همینطور خطوط اتحاد. همینطور که قبلا توضیح دادیم گفتیم نقطه مقابل نوت یعنی چی؟ یعنی ما اگر نقطه رو مقابل نوت در نظر بگیریم به اندازه نصف ارزش زمانی اون نوت به نوت اضافه میشه. به این شکلی که اگر ما نوت سفید داریم، اگر سفید نقطه دار باشه یعنی 3 ضرب، چون خود نوت سفید 2 ضرب هستش، وقتی نقطه اضافه میشه 3 ضرب. سیاه نقطه دار باشه میشه 1.5 ضرب. ما توی این درس از نوت سفید نقطه دار که اتحاد خود با یک نوت سیاه داریم استفاده میکنیم. حالا خط اتحاد چیه؟ خط اتحاد خطیه که بین دو تا نوت همنام و همصدا میاد و ارزش زمانی نوت ها رو با هم ادغام میکنه. توی این درس اگر که دقت بکنید ما یک خط اتحاد بین دو تا نوت سیاه داریم و یک خط اتحاد بین یک نوت سفید نقطه دار و یک نوت در واقع سیاه. در انتها هم علامت هایی که دارید میبینین علامت های سکوت هست که سکوت ها رو ما به شکل سکوت سفید و سکوت سیاه داریم که اون خط تیره‌ای که میبینید بالای خط سوم هستش به معنی سکوت سفید هست و اون علامتی که شبیه آکولات هست به معنی سکوت سیاه. خاطرتون باشه سکوت در انتهای قطعه معنی خاصی نمیده، ولی ما برای اینکه میزانمون کامل در بیاد ما از علامت سکوت استفاده میکنیم. توی این درس ما اگر بخوایم آنالیز داشته باشیم، اگر که نگاه بکنید بمترین نوتی که داریم نوت می روی سوراخ شماره 2 هست و زیرترین نوت می سوراخ شماره 6 هستش. همینطور که ما در واقع توی این درس داریم وسعت صدایی ما 1 اکتاو هست، یعنی از نوت می سوراخ شماره 2 تا نوت می سوراخ شماره 6. ارزش های زمانی که ما داریم سفید، سیاه و سفید نقطه دار هستش. حالا ما این نوت رو قبل از اینکه با مترونوم اجرا بکنیم به این شکل اجرا میشه. مترونومش به این شکله. مترونوم رو عدد 60 میذاریم مثل همیشه. 1 2 3 4.
فقط خاطرتون باشه اگر میبینید به اون شکلی که باید صدا نمیده، حتما باید با تمرین مستمر بتونید اجراش بکنید. کما اینکه میگم اکتاو اول و نوت‌های بم نیاز به تمرین بیشتری داره که بتونیم در واقع صدای خیلی خوبی ازش استخراج بکنیم. نکته‌ای که هست، ما می‌خوایم همین تمرین رو روی یک درس دیگه اجرا بکنیم. Russian Night. درسی که الان دارید می‌بینید، ما چند تا نکته توی این درس در واقع می‌خوایم با هم تمرین و کار بکنیم. اولین نکته‌ای که هست اینه که ما خط اتحاد رو بین دو تا نوت سفید نقطه‌دار داریم. یعنی اگر ما بخوایم آنالیز رو داشته باشیم، بمترین نوتی که داریم نوت لا و زیرترین نوتی هم که داریم نوت لا هستش. لای اکتاو اول سوراخ شماره 3 مکش، لای اکتاو دوم سوراخ شماره 7 مکش. پس خاطرتون باشه ما اول وسعت صدایی قطعمون رو که مشخص کردیم، ارزش‌های زمانی به چه شکلی هست؟ سفید نقطه‌دار، سیاه و چنگ. نکته جدیدی که توی این درس ما قراره با هم تمرین بکنیم، خط اتحاد بین دو تا نوت سفید نقطه‌دار هست. در ابتدا شاید بگی که خب من نفسم بند میاد و نمیتونم این نوت رو اجرا بکنم، چی کار باید کرد؟ یه قانون نانوشته‌ای هست توی در واقع اجرای هارمونیکا که من خودم خیلی زیاد این رو توی کلاس‌های خودم و در واقع اجرای خودم استفاده می‌کنم و اون به این شکل هستش که وقتی یه نوتی در واقع خیلی طولانی هست و شما نمیتونید به اون مقدار کشش رو اجرا بکنید، سعی کنید 1 یا 2 ضربش رو سکوت کنید تا بتونید نفس بگیرید. به عنوان مثال وقتی سفید نقطه‌دار روی سفید نقطه‌دار هستش، این در مجموع میشه 6 ضرب. اگر شما نمیتونید 6 ضرب رو اجرا بکنید، سعی کنید 4 ضرب اجرا بکنید، 2 ضرب سکوت. این به شرطی قابل قبول هست که میزان ما کم یا زیاد نشه، یعنی اجرای نوت شما و اون سکوت یا رستی که دارید برای نفسگیری بیشتر از یا کمتر از اون میزانی که دارید اجرا میکنید نباشه. حالا من اینو میخوام به 2 تا فرم مختلف اجرا بکنم. در ابتدا اگر ما بخوایم نوت ها رو در واقع مشخص کنیم که به چه شکلی هستش، این به این اجرای این قطعه به این شکل هستش. حالا من اگه بخوام این نوت رو با مترونوم اجرا بکنم، به خاطر اینکه نوت‌های کششی زیادی داره توی این قطعه استفاده میشه، من مترونوم رو به جای 60 روی عدد 75 میذارم. 75 عددیه که نه خیلی پایینه برای اینکه نفسمون بند بیاد، نه خیلی بالاست برای اینکه در واقع بخواد سرعت زیادی داشته باشه که شما دچار اشتباه بشید. پس من عدد مترونوم رو میذارم روی 75. نوت ها رو به شکل کامل من اجرا میکنم با کشش کامل که بدونید به چه شکلی میشه. کسر میزان این قطعه هم خاطرتون باشه که 3-4 هست. یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان 3 ضرب، یعنی 3 تا ارزش زمانی نوت سیاه رو داریم. حالا میتونه 3 تا سیاه باشه، 1 سفید 1 سیاه یا 1 سفید نقطه دار. به این شکل 1 2 3.
حالا اجرا با سکوت، رست یا استراحت به این شکل. 1 2 3. دو 3. سعی کنید به همین شکل ادامه بدین تا بتونید در واقع اجرای بهتری داشته باشید. ممکنه که دفعه‌های اول نوت‌های بم به اون شکلی که باید صدا نده و اون شکلی که مورد پسند شما هستش. اگر بخوایم به یک جنبندی توی این قسمت برسیم، اینو باید در نظر داشته باشیم که خطوط اتحاد خطوطی هستن که بین دو تا نوت هم نام و هم صدا میان و ارزش‌های زمانی نوت‌ها رو با هم ادغام میکنن و ما یاد گرفتیم که چطور نوت‌های سفید نقطه‌دار رو بتونیم با هم اجرا بکنیم به همراه این که بتونیم رست یا سکوت داشته باشیم که بتونیم از نفسگیری استفاده بکنیم. سعی کنید وقتی دارید تمرین میکنید به مطالبی که گفته شده در قسمت‌های قبل توجه داشته باشید، مثل اینکه فشار نیارید روی لبتون، رو دستتون، کلا فشار رو بدنتون نباشه. نفسگیری شرایطی است که با تمرین مستمر به وجود میاد در طولانی مدت و اجرای صحیح و اجرای روان با تمرین مستمر و اجراهای در واقع ممتد به وجود میاد. این چیزی نیستش که بخواد در واقع شما امروز تایم بذارید و همین امروز هم براتون میسر بشه. امروز میخوایم راجع به نوت‌های سیاه نقطه‌دار و دولاخط تکرار و شکل اجرا و استفادهشون توی سازنده کروماتیک با هم صحبت کنیم. بریم که ببینیم چیه داستان. بریم دیگه. مبحثی که قرار امروز با هم کار بکنیم روی قطعه سایلنت نایت هست، همونطور که گفتیم راجع به سیاه نقطه‌دار و همینطور دولاخط تکرار با هم صحبت داشته باشیم. درسی رو که می‌بینین سایلنت نایت هست، همینطوری که توی قسمت قبل و درس راشن نایت داشتیم. کسر میزان ما 3-4 هست. یعنی چی؟ یعنی ما تو هر میزان 3 ضرب یا 3 تا نوت سیاه رو داریم. حالا این میتونه به شکل 3 تا سیاه یا یک سفید نقطه‌دار یا یک سفید یک سیاه یا به شکلی که توی این جلسه و این قسمت داریم با هم مرور میکنیم باشه. یک الگوی در واقع ارزش زمانی ما داریم که شما توی درس مشاهده میکنید که الگوی سیاه نقطه‌دار چنگ هستش. این یکی از مهمترین الگوهایی هستش که ما توی سازنهنی توی این قسمت و این بخش و آینده باهاش مواجه هستیم. در واقع الگویی که شما میبینید سیاه نقطه‌دار چنگ سیاه هستش. یعنی چی؟ یعنی 1.5 ضرب، نیم ضرب و 1 ضرب. اگر شما ببینید الگوی در واقع غالبی هستش توی این درس و ما این رو به شکل تکرار شونده توی درسمون داریم. نکته بعدی که هستش دولاخط تکرار هستش. دولاخط تکرار رو ما به چند شکل مختلف داریم. دولاخط تکرار در میانه قطعه و دولاخط تکرار در ابتدای قطعه که ما اینجا دولاخط تکرار رو در میانه قطعه داریم. یادتون باشه اگر که دولاخط تکرار در میانه قطعه باشه یک خط آغاز و یک خط پایان داره. همیشه یادتون باشه توی دولاخط تکرار اگر نقطه ها سمت راست باشه یعنی تکرار از اونجا شروع و اگر نقطه ها سمت چپ باشه تکرار در اونجا به پایان میرسه. و معنی دولاخط تکرار این هستش که جمله‌ای که ما بین یا عبارتی که ما بین
در واقع این دولا خط قرار گرفته 2 بار تکرار میشه. پس ما توی این درس قرار هستش که نوت‌هایی که ما بین این 2 تا نقطه هست رو که ما بهش میگیم دولا خط تکرار 2 بار اجرا میکنیم. اگر ما بخوایم این قطعه رو آنالیز بکنیم، وسعت صدایی ما یه مقدار متفاوت تره، یعنی ما بیشتر از 1 اکتاو داریم. بمترین نوت ما نوت سول، سوراخ شماره 3 دمش، و زیرترین نوت ما نوت 2، سوراخ شماره 8 دمش هست. پس ما در ابتدا این وسعت صدایی قطعه رو مشخص میکنیم و توی این سیکل آموزشی ما طولانی ترین و بزرگترین ارزش در واقع وسعت صدایی درس‌هایی هستش که تا الان اجرا کردیم. ممکنه که توی حرکت کردن یا موو یه مقدار شما دچار در واقع مشکل بشید که این با تمرین مستمر حل میشه. چیزی که ما می‌خوایم امروز راجع بهش صحبت بکنیم اینه که ما می‌خوایم سایلنت نایت رو توی سرعت‌های مختلف اجرا بکنیم تا در اجرای استانداردش به مهارت و اون تسلط و تواناییمون برسیم. خب ببینید، همینطوری که توی این قطعه در واقع اشاره شد، ما علاوه بر این که وسعت صدایی متفاوتی داریم، یک الگوی ریتم متفاوت هم داریم. سیاه نقطه دار، چنگ سیاه. در ابتدا اگر من بخوام اجراش بکنم این به این شکله: سول لا سول می، به این شکل. خب همینجوری که دیدید ما به نقطه تکرار رسیدیم که میشه لا لا دو سی لا سول لا سول می. تکرار: لا لا دو سی لا سول لا سول می. حالا اجراش میکنیم. ادامه. بسیار خوب. حالا ما می‌خوایم این رو با مترونوم 60 یا تمپو 60 اجرا بکنیم. یادتون باشه به مترونوم تمپو هم میگن. بریم. 1 2 3. خیلی خوب. حالا میخوایم این رو 10 تا تمپوش رو ببریم بالاتر، یعنی با تمپوی 70. بریم. خیلی خوب. حالا میخوایم با 10 تا تمپوی بالاتر، یعنی مترونوم 70 با هم اجرا بکنیم. بریم.
1 2 3. خیلی خب، قبل از اینکه بخوایم با همین رو اجرا بکنیم با در واقع مترونوم و موزیک پس زمینه‌ای که الان براتون پخش میشه، من این نکته رو میخوام بهتون بگم. یه نکته و نقطه چالشی که توی این قطعه وجود داره اینه که ما یک جامپ یا پرش داریم از نوت سول به نوت لا. خب اینو ما در واقع بهش توجه داشته باشیم که ما در ابتدا وقتی داریم این رو تمرین میکنیم که یه جامپ از سول به دو داشته باشیم، سعی کنید که نوت‌های اطراف، یعنی نوت‌هایی که مابین سول و دو هست، این صدا نده. البته ما یک افکت یا یه تکنیکی داریم به اسم اسلاید، گلیساندو هم بهش میگن، که در واقع ما نوت‌های بین مبدا و مقصد یا نوتایی که فاصله خیلی زیادی با هم دارن رو اجرا میکنیم. ولی برای اینکه توی این قطعه ما یاد بگیریم چطور بتونیم جامپ یا پرش رو انجام بدیم بدون اینکه لبمون رو از ساز برداریم، در ابتدا تمرین بکنیم که بتونیم نوت بین سول و لا رو چطور اجرا بکنیم. اون افکتی که من در واقع راجع بهش صحبت کردم که در آینده بهتون توضیح میدم به این شکله. ولی برای اینکه ما بتونیم ارزش‌های زمانی، ریتم درست رو بتونیم انجام بدیم، سعی کنید که شما بدونید که لبتون رو بردارید، سعی کنید که جامپ رو انجام بدید. خاطرتون باشه خیلی‌ها در واقع مشکل رو دارن که ممکنه که لبشون در واقع بچسبه به دهانی یا ماوت پیس. این بر اساس کیفیتی که سازتون داره شدتش متفاوت هستش. یعنی اگر سازتون در واقع کیفیت کمتر یا پایینتری داشته باشه، ممکنه که چسبندگی یه مقدار رو ساز بیشتر باشه، ولی توی سازایی که کیفیت بهتری داره به خاطر ماوت پیس در واقع صیقلی تر و صاف و اسموتری که داره، شما میتونید این در واقع جامپ رو یا حتی اسلاید یا تریل آف یا همون گلیساندو رو بتونید درست اجرا بکنید. خیلی خوب، حالا نوبت شماست. بریم ببینیم چیکار می‌کنید. آماده این؟ بریم. خیلی خوب، آفرین. با تمپو 60 اجرا شد. یادتون باشه برای جامپ یا پرش حتما باید بتونید در واقع اینو تمرین داشته باشید تا این براتون خوب جا بیفته. حالا بریم با تمپو 70 با هم اجرا بکنیم. آماده این؟ بریم. خیلی خوب، خوبه. قطعاً تمرین بیشتری لازم هست تا بتونید به اون مهارت برسید. بد نیست. میتونید، قطعاً میتونید. حتما این سیکل تمرینی رو توی برنامه‌های هر روزتون قرار بدید و من بهتون قول میدم که با تمرین مستمر همه چیز در واقع میسر میشه. توی این بخش لازمه که چند تا نکته رو بهتون بگم. در ابتدا خاطرتون باشه وقتی دارید تمرین میکنید سعی کنید که تمرینتون پیوسته و مستمر باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی 1 ساعت دارید تمرین میکنید سعی کنید 1 ساعت در یک جلسه باشه و استمرار تمرین و تمرین مستمر رو به همون شکلی قبلا توضیح دادم بتونید داشته باشید. یعنی 1 ساعتی که تو روز دارید تمرین میکنید توی یک جلسه باشه و این 1 ساعت ها هر روز تکرار بشه. خاطرتون باشه ما برای اینکه بتونیم از این سیستم و این در واقع استپی که هستیم بتونیم خوب عبور بکنیم، نیاز هستش که 100 ساعت تمرین در 3 ماه، در بازه زمانی 3 ماهه 100 ساعت تمرین داشته باشیم. اگر بتونیم این 100 ساعت تمرین رو در بازه زمانی 3 ماه داشته باشیم، قطعاً و حتماً میتونیم از این استپ با سربلندی و موفقیت
بیرون بیاییم. خیلی خب، به پایان این قسمت رسیدیم. در واقع توی قسمت‌های بعد ما قرار هستش که راجع به افکت‌ها، اسلاید، تریل آف، گلیساندو، ویبره ها، ویبره دست و چیزهایی که باعث میشه، حالا خیلی از هنرجوها از من سوال میپرسن که چی کار کنیم که اجرامون خیلی خوشگل‌تر باشه، با هم صحبت میکنیم. ولی یادتون باشه که اجرای افکت ها و تکنیک ها زمانی کاربردیه که شما بتونید اون 3 تا پارامتری که توی قسمت‌های قبل و اول آموزشمون توضیح دادم که اجرای صحیح نوت، اجرای صحیح ریتم و پیوستگی است، به شکل کاملا واضح و درست اجرا و رعایت بشه. بعد از اون افکت ها و تکنیک ها هستن که مورد استفاده قرار میگیرن و شما میتونید ازشون به خوبی استفاده بکنید. به پایان این بخش رسیدیم. با این لینک میتونید با من در ارتباط باشید، سوالاتون رو از من بپرسید و قطعا من به همه سوالها جواب میدم. و اینکه همونطور که قبلا توضیح دادیم، انتهای فصل 3 یا 4 قطعا یه ورکشاپ میذاریم و من در واقع به همه سوالاتی که در واقع پرسیدید جواب میدم. موامم کوتاه میکنم بخشای بعد. حتما دوستتون دارم خیلی زیاد. خدا نگهدار.